رحیم پروداکشن تقدیم میکند. درود بینندگان عزیز، سامانه رحیم پروداکشن تصمیم گرفته است که اکنون برنامه‌های جالب و دیدنی را منظور شما گرداند. نخست برنامه خود را احساس دل نام نموده است. مهمان نخستین ما باشد سراینده بسیار هم جوان و پر ایجاد فروخی نعمت می باشد. شما را با برنامه خوش آمدید میگوییم. پادپیسچکانی کانال رحیم پروداکشن درود زیاد به شما باشد. آیا درست است که نسبت سرود هویدای شما در بین سامانه‌های اجتماعی گفتگوها و کامنتاری‌ها زیاد شدند؟ من به تو اینجا یک کسی تنها و دلگیرم، دیگر به تو به مثلی سید بسمیل گشته ای تیرم. سرود البته را از طرف یک برادر عزیز از کتاب مرا از یادها جوید پیشنهاد گردیده بود. طفلی که تماما گناه نداشت و در کشور مسافریت اون رو یک پدیده های نوع انسانگری قطعی که از بین بردن به همو بخشیدیم. یک سرود دیگر هم دارد که او را بسیار هم بین مخلصانش مشهور کرده است. این سرود غریبی است. خدایا من غریب من مسافر. خداوند برادران غریب را نگهبان باشد و البته در ماه اویان حتما برای برادران غریب بخش دوم کلیپ رو پیشنهاد می‌سازیم. باقی خداوند نگهبانشون باشه غریبان رو. تماشاگران عزیز، روزهای نزدیک برنامه پوره احساس دل را با هنرمند جوان فروخی نعمت پیشکش شما می‌گردونیم. هر درخواست و امر و خواهشی که برای فروخی نعمت دارید، یعنی از حیات و فعالیت و ایجادی او می‌خواهید با خبر باشید، در کامنتار یا ارسال نمایید و برنامه نوبتی به شما به همه سوال‌هاتون پاسخ می‌دهد.